Ondaki makamı değil mi? Kanlı sen öyle mi oluyor mu? Ondaki ama kudum olamayı kalmıyor. Doğru. Algado हम कैसे होता है बाहर में लगा भाई Evet malum. میتوان از یک صدا سرشار شد در حریم یک نوا اظهار شد میتوان خمیازه گلها شنید از نفسهای گل بیخار شد نیست دیدن چشم بگشادن هنوز ای بسا خرما که بر ما خار شد خلوتی دیدار ما بود آن درخت بهر قتل عاشق دیدار شد بهزینو که رونقی بازار نیست می شود دلبسته تکرار شد بهزینو که رونقی بازار نیست می شود دلبسته اسرافیل بیدارت نکرد می توان با بوسه بیدار شد دوستان عزیز مردمی شعرپسند و شعرگو و سخنسنج ناحیه سربلند دوشتیچ مهمانان عزیز و ارجمند از شهر دوشنبه پایتخت نازنین ما مهمانان از اسفره و کانی بادام از ولایت سوخت از شهر خود خوجند دوستان عزیز مهربانان همه شما را خوش آمدید میگویم هرچند بنده در همین جا تولد شدم و خون نافم اینجا ریخت اما مثل شما من هم مهمان هستم میزبان این دیار میزبانان این دیار مسئولین مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی ناحیه دوشتیچ هستند که با راهبری رئیس محترم ناحیه اشورعلی جلیلزاده امکان دادند و شرایط فراهم آوردند که این محفل برگزار شود و در برابر فرزند همین دیار که هم در جمهوری و امروز در ولایت کار میکنند رئیس پایتخت ولایت و شهر و ناحیه‌های گوناگون تاجیکستان را خیر مقدم گویند. السلام علیکم مهمانان گرامی شما را در محفل امروز از نام مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه و شخصا از نام خودم خوش آمدید میگویم. دیار دوشتیچ از قدیم مسکن شاعران و ایجادکاران بالایاقت بوده. محض از این سرزمین با فیض و تراوت عالمان شاعران، هنرمندان و سرایندگان، آهنگسازان و شخصیت‌های شناخته سیاسی و اجتماعی به کمال رسیده برای جامعه تاجیکستان خدمت‌های شایسته کردند. یکی از اینها شاعر جوان و با استعداد روزنامه‌نگار صاحب قلم بزرگمیر بهادر می باشد که در آغاز محفل به بزرگمیر کامیابی سربلندی ها پیشرفت های از این هم بیشتر و وفت قله های بلند مراد را آرزو میکنم. بگذار شعرهای خوب و مقاله های او برای تربیت جامعه دیگرگون شدن تفکر مردم و غنی گردیدن معنویات آنها خدمت نمایند. السلام علیکم همدیاران عزیز. امروز هم در همین تالار آنقدر مهمانان با حرمت همین یک شاعر جوانی ما جمع آمدند. من از همه این مهمانان شادباشی گفته خوش آمدید نور دیده میگویم. معلم عزیز حقیقت پنجه برادر گرامی ما سید عمران سیدوف، معلم عزیز معتبر رعنای زایردوخ و دیگر مهمانان در اینجا حضور داشته اهل زیو هستند و همین اهل زیو در تمام 30 سال استقلالیت هم قدم ترغیباتگر اساسی سیاست خردمندانه پیشروی معظم ملت بودند. همدیاران عزیز ناحیه دوشتیچ نیز از اهل ادب علم و معارف خیلی هم سرشار است. هنوز قریب 2500 سال پیش از این حوزه ادبی ناحیه دوشتیچ خیلی رشد کرده بود
شاعران و نویسندگان خیلی هم ذکی و با معرفت داشتند. در حوزه ادبی ناحیه دیوشتیچ از دیگر حوزه ها آمده شب‌های ایجادی، شب‌های بحث مناظره را دایر می‌نمودند و همین بود که همین دوام دهندگان همین شاعر و نویسندگان امروز ادامه دهنده، امروز ترغیباتگری اخلاق حمیدی انسانی در بین مردم تاجیک و من جمله تاجیکستان هستند. ما امروز فخر میکنیم از شاعره خلقی تاجیکستان زلفی عطایی، شاعره بسیار هم شیرین کلام لطافت کنجایeva، شاعره بسیار هم بزرگی ما سراجدین اوسیمی و همچنین من در همین جا حضور دارم برادر عزیز ما حیران اوسیمی، نادره آتاخانова، عزیزی عزیز و دیگر شاعرانی که امروز نامبردار همین دیار هستند و یکی از همین شاعران بسیار هم صاحب قلم خیلی که اینجا محترم رئیس ناحیه گفتن بزرگمهر بهادر است. بزرگمهر بهادر در یک دوره کوتاه باشد اما نه وقتون 30 با در آمدن همه خنده بزرگمهر همین ماه ایون زادروز داشتم بزرگمهر نه 30 با در آمده ایستادن، لیکن در همین دوره کوتاه آنقدر هم بدیل دیده مردم با شعر با نوشته‌های خود جا گرفتند. مقاله‌هایی که بزرگمهر در روزنامه جمهوریت چاپ میکند خیلی مقاله‌های تحلیلی چخور هستند، جنبه‌های تربیوی دارند درباره وطن تاجیکستان، علم، معرفت، خلق و آداب حمیده، تربیه جوانان، وطن دوستی، هویت ملی و دیگر مسائل مهم داغ روز مقاله‌ها را چاپ میکنند و شعرهایش هم از همین خیلی موضوعها دور نیست. هر یک شعر بزرگمهر یک معنای چخور دارد. حاضر بیرون دیدیم کتاب اولین بزرگمهر رو من از این پیشتر هم دیده بودم، همبال ترنه ها و کتاب دیگرش بهار آوردن آسان نیستن همین خیلی بود و دیگر شعرهایش که در ویها چاپ می شود. دوستان از من یک قسم مثال میبرم. وقتی که ما هم که رئیس ناحیه بودم جوانا به کار میکردیم بر وقت از این پیشتر در دورهای هم مشکلی که به سر خلق و ملت ما اومدن، وقتی که جوانای ما از همون خدمت حربی شهید شده می آمدن و در همون پدر و مادر رفتن اصلا مشکل بود. چی گفتن رو نمیدونستیم، چی خیل این جوان غیر مرد شد فهموندن رو نمیدونستیم و وقتی که همین حادثه‌های آخری در مرز تاجیکستان و قرقیزستان به وقوع آمد، بزرگمهر یک شعر نوشتند. من گفتم که آفرین، همه آن گپی که ما در دل داشتیم در همین جا نوشته است. بزرگمهر گفته است که هرچند که پرورده به دامان شما شد، امروز فدا در ره آسایش ما شد. فرزند شما بود کنون از همه خلق است، فرزند شما در ره ناموس فدا شد. جبران نتوان کرد کنون اشک دیگر اشک شما را، من خودم گویم مالش می اینجا نماشا شاعر رو نوبتیم پیش شاعر خودش به شعرش خواندن خیلی مشکل است، باور کنید. جبران نتوان کرد دیگر اشک شما را، از اشک شما در دل ما زلزله ها شد. در خانه جان دل ما جا شده است او، با گریه نپرسید که بیچاره کجا شد. در قسمت هر مرد بود حکمت بسیار، با نوحه نگویید که چرا، که این کار چرا شد. من دیروز همین دستم گرفتم، من گفتم یک شعر بزرگمهر دیگر را شاید دوست میدم، دیگه همین شعری که امروز خیلی هم باید در خاک قدم های شما سر بگذاریم،
дар хоки қадамҳои шумо сар бигузорем. бо меҳри шумо кӯдакатон марди расо шуд. бинтон чӣ хеле як мазмуни баланд ки гуфтагӣ аст ин шеърро. ман аз номи худам, аз номи кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии тоҷикистон бузургмеҳрро бо ин шаби эҷодияш табрику таҳният мегӯям ва мегӯям ки мо умеди калон дорем аз бузургмеҳр. ҳолаҳои баланд, ҳола интизор аст ки бузургмеҳр онро бо сарбаландӣ фатҳ мекунад ва дар байни илму адаб мардуми тоҷикистон як шоири номбардору беҳтарин мешавад. бузургмеҳр барои шумо тани сеҳат, комёбӣ ва тамоми хушҳои зиндагиро таманно дорам. бузургмеҳр як ҷавони баодоб, як ҷавони бисёр ҳам худсалиқа. суҳбат кунед, агар аз суҳбаташ одам ҳаловат мебарад. ман як ду маротиба ҳамроҳи ман шиштагӣ буд, ман гуфтам ки ин қадар ҷавони ботамкин, ҷавони бофарҳанг, бомаърифат, албатта ояндаи ҳамин хел ҷавонҳо дурахшонад. шоир, нависанда имрӯз вазифаи як чиро дорад. вазифааш аз чӣ иборат аст? вазифаи муқаддас, табиӣ, насли солим, насли бомаърифат, насле ки дар ҳақиқат ҳам ба талаботҳои пешвои муаззами миллат ва ба талаботҳои имрӯзи ҷомеаи ҷаҳонӣ ҷавоб дод тавониста бошад. ҷавони ватандӯст бошад, аз ҳуввияти миллӣ бохабар бошад, фарҳангро дӯст дорад, мардумро дӯст дорад, меҳнат карданро дӯст дорад ва барои ин халқу миллат ҷон нисор кардан ва омода бошад. барои ин бори дигар ба шумо тамоми таманниёти беҳтаринро ман манзур мекунам. саломат бошед. بار دیگر سلام و درود ای مردمی که سراپا شاعرید، ای مردمی که روزگارتان، هر روزتان، نوروزتان سرشار از شعر است. هرچند به عنوان یک شاعری نوقلم نوراه مرا اینجا خواندند، اما شاعران بزرگ اصلا شمایید. شاعران بزرگ اصلا مردم است. هیچ کس حالا از الله مادر بهتر شعر نگفته است. هیچ کس حالا از فولکلور، ایجادات دهانکی مردم، از ایجادات دهانکی خلق بالاتر شعر شیرین، شعر ماندگار، شعری که هزار ساله ها عمر دارد نگفته است. این ماییم که از شما بهره میبرداریم، از شما میگیریم و کمتر سفته میکنیم، قلم میزنیم و باز به خودتان برمیگردونیم. اصلا این شاعران بزرگ شما هستید. مثلا ببینید یک کس به یک کس خندد، مردم میگوید نخند به خویشت آید به پیشت. این شعر است. هر کی داند در نماند. این شعر است. از این بهتر شعر نیست. مردم تاجیک دیگر ملت ها کمتر، اما مردم تاجیک، ملت تاجیک از آن ملت های است که از روزی تولد حتی تولد نشده با شعر پیوند مییابد تا مرگ. وقتی که تولد شد به گوشش اذان میخوانند. در دیگر جاها من نمیدونم این رسم باشد نباشد، اما در ناحیه دیوشتی در قانچه حتما به گوش طفل نوزاد یک ملا، یک کسی که از دین باخبر است به گوشش اذان میخواند. گوش کودک را با واژه های ربانی پر میکنند و وقتی که گوشش باز شد و دعا خوانده شد به او نام شاعرانه میجویند. بینه روزگار شاعرانه کودک آغاز مییابد. بعد از آنی که نامش را یک نام زیبای شاعرانه میمانند، بعد او به گهواره میبندند و مراسم گهواره بندانه میدانید باز یک شعر شاعری دیگر است. و بعدی که گهواره میبندند با سرود چی سر میشود؟ الله. اللهی که حالا هیچ کس باز هم میگویم که از اون شیرین‌تر و بهتر شعر نگفته است. الله مادر. و وقتی که بزرگ شد، خانه‌دار شد، باز سرود، باز توی، بزم، باز شعر، هم خیلی روزگارش با شعر. عاشق میشود به یگان دختر، حتما شعر مینویسد. امروز با تلفن به همدیگر یک بیت زیبای استاد لایق میفرستاند و شعر است. و در روزگاری و شعر ادامه داده است، ادامه یافته ایستاده است. و وقتی که اکنون مرگ فرا رسید، شما فکر میکنید که شعر تمام؟ نه. وقتی که مرگ فرا رسید،
جنازه را میخوانند و اون کسی که به حق پیوسته است چیکار میکنند. من خودم شاهد هستم وقتی که مادر کلانم خدا رحمت کند آچه ناربین وقتی گذاشتن دخترها مادرم و خواهرانش نشسته در یک ورق مرثیه نوشتند. مرثیه من اونجا بار اول دیدم. من کرسی یک میخوندم مرثیه نوشتم و گفتم دختری کلانی بند اولش میخواند دختری دوم بند دومش میخواند. یعنی که ما پدرمای با مرثیه با شعر گسیل میکنیم. این در یگان ملت نیست. خیلی باور کنید ملتی که حتی شخصی به اون دنیا سفر کردهش با شعر گسیل میکنه این خیلی نیست. مرثیه خوانی نیست. و اکنون بردند خاک کردند به قول مردم قانچه گوی رو چوب کردند. شعر تمام؟ نه شعر تمام نیست. بعد از 1 سال میدهند و سنگ قبر مانده به سنگ بیت میکوبند. کتیبه این شاعر یگان کسی که از شاعری خبر دارد معلمان زبان ادبیات تاجیک میگوید التماس معلم استاد یک بیت در کور است پدرم خدا رحمت کند یا مادرم یا بابایم یک بیت در کور است که هم سری سنگ به حکوکی کنیم کنده کاری کنیم سری سنگ کنیم همون حرفایا. بینید من یک بیت میگویم. من از صنف 11 همین بیت میخوانم. از فولکلور است از مردم است. بینید کتیبه است سری گربه از این بهتر شعر نیست. اگر یادت کنم دردم شود زور فراموشت کنم چشمم شود کور. از این بهتر درد نیست دیگر. اگر یادت کنم دردم شود زور فراموشت کنم یعنی که یاد کنم هم نمیتونم فراموش کنم هم عذاب میکشم. بینید از این بهتر شاعرانگی مگر یافته میشود مگر میشود که به همه خیلی مردمی شعر دوست سری تعظیم فرود نآورد. دوستان عزیز برای همین استاد لاید میگن که بس که کامی تاجگان را با سخن برداشتند باز آید شاعر و شعر و پسابندی دیگر. دوستان عزیز من چون سخن از شاعرانگی رفت برای گذشتگان برای بابای عبدالرحیم سلیم فهم که 43 سال معلم زبان ادبیات بودن درود میفرستم. برای بابایم خدای بیرده که 45 سال قریب 50 سال رانندگی کردن قریب 30 سال در توی مردم راویگی کردن. من به صحنه‌ها اون کس دعوت میکردن خدا رحمت کند سال گذشته به جان آفرین سپردن. درود برای آنها و سلام به بابایم شریف سلیموف که امروز در ازبکستان هستند. سالهای 90 چون وضع متشنج چون اونجا رفتند اون کس اولین مقاله های من تحریر کردن. سلام. من دوستان از همین فرصت استفاده برده اگر من یک به شما همین مهمانای معرفی نکنم دیگر شاید فرصتی دیگر با خدا خواهد شعر و سرود است فرصت کمتر میرسد. چخیلی که رئیس محترم ناحیه هم و رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوخت استاد ظفر اسماعیل زاده هم گفتند معلم عزیزم راهنمای من لطفت که اینجا حضور دارم به افتخارشون فرزند همین دیار از خود دوشنبه آمدن اکادمی تئاتر شناسی آسیای مرکزی نامزد علمی تاریخ مدیر شعبه فرهنگ روزنامه جمهوریت اونجایی که من اونجا کار میکنم محمدالله تبرف به افتخارشون مخبری مخصوص روزنامه جمهوریت در ولایت سوخت جاوید اشتی یک شخصی سخندان سخنگوی تاجیک پرست بهرامجان رحمتزاده نامزد علمی فیلولوژیا دیرکتوری مرکز علمی کمال خوجندی در حالا در ولایت سوخت در شهر خوجند جایگیر است. به افتخار سخن خواستاندن این بزرگوارا عادل ناظر سرمایه‌دار گزیت تاجیکستان شریف جان تاجیباف نامزد علمی تاریخ استاد دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمی باباجان غفورov سبحان اعظمزاد استاد دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمی باباجان غفورov نامزد علمی فیلولوژیا یک تاجیک پرست اشدی خورشید ابراهیموف سراینده ممتاز دارنده شاه جایزه گران پری مقام در شهر شهرسبز ازبکستان و افتخار سخن به افتخار شعر و سرود فرستاندند. استاد اینجا کی از بیرون است استاد سیدعمران سیدوف گرداننده محفل گنج سخن در ولایت سوخت مرا به اسفره برده مرز نشان داده برای نوشتن شعرهای ملت دوستانه همین کس تشویق کرده به افتخارشان
نامزد علمی تاریخ هستند استاد دانشگاه دعوت خوجند. معلم رعنای زویردوخت، معلم عزیز خودم از کودکی راهنمایی میکنم، استراشان حتما معلم دیده میگذارم. مؤسسی مرکزی اوریانو در شهر استراشان، سرمایه‌دار گزیده گنج سخن هستند. معلم جان عزیز خوش آمدید. باز من کیها رو نمیبینم. معلم عزیزم منظورت ملکزاد همراه عائله‌شان خستاندند. نامزد علمی فیلولوژیا، سرخادمی علمی انستیتوت زبان و ادبیات به نام استاد ابوعبدالله رویدکی اکادمی علم ها. معلم جان عزیز خوش آمدید. همسرشان یک طبیب، یک آموزگار بسیار ورزیده از دانشگاه طبی دولتی طبی خوش آمدند. من باز کیها رو از بیرون از ابراهیم جان دوستعلی زاده شاعر، ترجمان، داننده زبان خطایی، سردار لابراتوری راهسازی شرکت بیسین شرکت خطایی ابراهیم جان دوستعلی خاکسار نمیشینم دوستی قدردانی من باز اینجا دیگه همه رو گفتم به فکرم. از ناحیه عینی، از ناحیه مسجد اینجا برادری عزیز آمدن، مهراوری مسجدی، عبدالمحضر از پنجگین از دیه ارتوچ رسیدن تنها به خاطر سخن و افتخارشان یک هفته میکنیم. دوستان عزیز، من دو مادر شاعر دارم. یکی مادر عزیزم، دو مادر شاعر دارم که یکی صاحبی 10 کتاب هستند، شاعری شناخته هستند، لطافت کنجایوا، و یک مادر دیگری من، مادری که مرا به دنیا آورده است و هم شاعر است. شعرهای من در دفتری من است، کاتبه من اینجا همسرم همیشه نوشته گرفته است. ما پیامک کتی مادرم کتی شعر نویسی میکنیم. من بعد فهمیدم که مادرم هم شاعر بوده است. البته اون شعر کشوری لیکن شعری مادر است. شعری مادر است. مادرم، من حالا دوستان اگر اجازت دهید اولین سخن را به راهنمای من، انتشار دهنده 3 کتاب من، هم همبالی تورنوا، هم بهار آوردن آسانیست و هم مرحبا یارغلی که کتاب‌های من به زبان شعرهای من به زبان ازبکی ترجمه شد، نوبت سخن به لطافت کنجایوا. مادر عزیزی من 11 سال باز در دوشنبه دستگیری میکنن من. معلم جان عزیز برای من خودی بر دوشنبه به ناحیه رویدکی رفته خواستگاری هم کردن، کتابم هم چاپ کردن، یک کارهای کردن که هیچ جا یگان کس این کارهای بزرگ در حق یگان کس نمیکنن. معلم عزیز برای اون که به احترام سخن، به احترام یک شاگردی کودکتان، شاگردی دیننگیتان رسته آمده، تشکر. برای من معلم دوستان عزیز، همدیاران بسیار هم محترمی من، امروز در همین یک جایی که ما نشسته ایم 70 سال پیش اینجا خانه پدر و مادری من بود و من به دنیا آمدم و برای مبارک آنها شما را خیر مقدم و خوش آمدید میگویم با یک بزم دلاشوب بزرگمهر عزیز. دنیای شعر دنیای زیبا است و در زیبایی با یگان بهارستان و گلستان حتی برابر شده نمیتواند. دنیای شعر که سراسر از سلاست، فصاحت، نفاست، لطافت عبارت است. امروز با گفت استاد بزرگ لایق ما که بودیم زی دروازه کشایان سخن، امروز دروازه کشایان خود دارد و یکی از همین دروازه کشایان بزرگمهر عزیز است که هرچند بهار آوردن آسان نیست و بهار آورد به همین دنیای شعر، به همین دنیای بسیار هم زیبای شعر یک بهار تازه آورد و من بسیار میخواستم که بزرگمهر عزیز همین نکهت همین بهار رو نگاه دارد و نه تنها همه سال بلکه هر روز برای مردم خود با شعر بهار آورد. و بسیار باید سخن کوتاه من میخواهم اکتفا کنم. میخواهم برای بزرگمهر عزیز که این آغاز همبال پرنها شد و بعداً گفت که بهار آوردن آسان نیست و بهار آورد، با یک غزل خود به شما سخن خود را اکتفا کنم.
عالمی دل گاه سرور و گاه ماتم داشته است. عالمی دل گاه سرور و گاه ماتم داشته است. ناز این بار قیامت هر یک آدم داشته است. آمد و رفتی بهاران در حساب گل بود. غنچه از شرمی بصیرت خنده کم داشته است. در فلک آتش نافکند آذرخش اشک من. در کمان مژه هم دستی دعا نم داشته است. در جگر دارد زمین زخمی پریشانی ما. وحدت ملت زبان دل مسلم داشته است. اجازه دید من چند شعر درباره مادر خوانم، چون نام محفل ساعتی مادری من خورشید است. سبب چنین نام گذاشتن محفل دوستان همین است که یک زمان شاید امروز هم بعضی، من میدونم بعضی مادرها امروز در دشت صحرا خانه کرده هستند، ساعت اونا به درکار نیست، ساعتشان خورشید است. میبینن خورشید آفتاب، میبینن که آفتاب بلند برآمده است، میگن این ساعت یک دقیقه ابید یا دقیقه ابید یا زقه ابید، یا میگن که چاش شده است، وقتی چاش، وقتی نماز عصر آفتاب کتیه. اول ساعت نبود، همه از روی آفتاب نماز میخوان. ساعتی مادری من خورشید است. این شعر من، همین شعری که نامش هم خیلی است، خالد خدا خواهد در دام محفل میخوانم. من حالا میخوام با اجازه شما پدر و مادر من نزدشان رفته یک تبریک کنم، به شما معرفی کنم قهرمان همون شعرهایی که ساعتی مادری من خورشید است. دوستان، آچی زیبونیسان قریب 90 ساله بابای شریف ما خواهرشان بود عبدالرحیم سلیم ما خواهر بزرگ بشن. عمرتان دراز شود. شما آچی آقای سنم هم، شما نوری خاندان ما، عمرتان دراز شود آچی جان. آچی بزرگی ما، پیری اولادی ما، خاندان ما. مادرم پدرم بهادر، بزرگ مهری بهادر. من از حضوری دو رئیس محترم استفاده بردم، میگم که التماس تنظیم هیچی نگوید. هر دوشان 50 ساله شدن، نیم عصر همین سال. همین محفل هم به خاطر پدر و مادرم. اگر پدرم که خواجه کدخدای مادرم هستن، اجازت دهند مادرم چند سخن کنم. به هر یک شمایان منتداری بیان میکنم که به این کاشانه زیبا قدم رنجه کردید برای شنیدن سخنهای فرزند ما. خوش آمدیدان، نوری دیده، تاجی بر سر، مهمانان یاد قدر، خوش آمدیدان. اگرچه تنگه و سیم و زرم نیست، شکوهی خانه و بال و پرم نیست، سر هم شاعرم اندر برم هست، خدا را شکر که تاجی سرم هست. صاحبی سرسخنی عشق همین مادر بود، صاحبی سرسخنی عشق همین مادر بود. خوشنویسی کهنی عشق همین مادر بود. شنید آچه جان شنید. خوشنویسی کهنی عشق همین مادر بود. اولین شعر محبت سری گهواره سرود، شاعری انجمنی عشق همین مادر بود. به حضورش دل ما سخت زمستانی بود، باغبانی چمنی عشق همین مادر بود. مادر از 4 طرف سوی وطن میخواند، عین حب الوطنی عشق همین مادر بود. گرچه ننوشت کلام و کتاب و سند، کاشفی علم و فن عشق همین مادر بود. کاشفی علم و فن عشق همین مادر بود. اولی عشق شدم مهر به مهری پاکش، اولی عشق شدم مهر به مهری پاکش، سببی دل زدن عشق همین مادر بود. تمام باغچه از مهر خندان است،
تمامی باغچه از مهر خندان است. فضای خانه از فیضش دلفشان است. بیشتی نقد را ایوانش ایوان است. اگر مادر نباشد خانه زندان است. درش باز است تا رزقی فراوان است. در آنجا حکمت و شیری نیاگان است. در آنجا مشکلی فرزند آسان است. اگر مادر نباشد خانه زندان است. چو شرخاند به سر هرگاه اسپندد، رهی درد و بلا در حال میبندد. تو گویی خشت خشتی خانه میخندد. اگر مادر نباشد خانه زندان است. سبد در میخ آویزان و نان دارد. دلم پر خانه گنجی شایگان دارد. در و دیوار بامی خانه جان دارد. اگر مادر نباشد خانه زندان است. ز آتشدان گلی آتش نمایان است. به دیگش تبه و اگرا و لغمان است. شمیم زیره و کشنیچ و ریحان است. اگر مادر نباشد خانه زندان است. شریعت هست، ایمان است و قرآن است. نه ترس و بیم از اغوای شیطان است. به دستش سبحه ماماش گردان است. اگر مادر نباشد خانه زندان است. اگر مادر نباشد خانه زندان است. تو گویی از تهی پا ره گریزان است. نه تنها پای دستانم شتابان است. رحم را غیر او دیگر کی پزمان است. اگر مادر نباشد خانه زندان است. اگر مادر نباشد قفل و ویران است. جهازی کلبه ناجا و پریشان است. رواقی منزلم مأوای دیوان است. اگر مادر نباشد خانه زندان است. خیالم چشم او میبیند از روزن. زدودی موری مادر دلم روشن. خیالم چشم او میبیند از روزن. اگر مادر نباشد خانه زندان است. اگر مادر نباشد. الها مادر باشد. الها مادر باشد. دوستان عزیز، چون من در بالا هم گفتم از مردم ما بسیار چیز میگیریم و کمتر گفتم در بالا که من شعر از شما میگیریم. یک روز یک مرد پنجکتی در ارکستر سیمفونی کار میکند. در دوشنبه سر یک دسترخوان سر یک پلو چای نشستیم که 19 سال باز همسر نداشته است. گفت که چقدر کوشش کردم نمیشده است، با کوشش نمیشده است. بعد یک مثال گفت اگر مرد خدا زند، اگر مرد خدا زدنی شود زنش میگرفته است. گفت همین گپ گفت. همین گپ من هم که گرفتم در تلفنم که جای نوشتن دارد گرفتم نوشتم خدا گلهای گلشن را نگیرد، زیباقی زندگی زن را نگیرد. هزاران سوسنی بیبو چی در کار، خوشاگر بوی سوسن را نگیرد. بدون شب گهی بودن توانیم، ولیکن روز روشن را نگیرد. برای دیدن خورشید روی اگر ره نیست روزن را نگیرد. برای معرفت یک واژه کافی است، دعا کن دانش و فن را نگیرد. بمان میرند مردان بحر میهن، زی مردان خاک میهن را نگیرد. اگرچه دوست دستم را نبگرفت، بگویم شکر دامن را نگیرد. مرا نشنیده باشد نیست باقی، الها حرف دشمن را نگیرد. بمانم کاش در یاد عزیزان، به یاد حق بودن را نگیرد. به یاد حق بودن را نگیرد. تو را از من نگیرد ازید ای کاش، زی تو ای کاش که من را نگیرد. سلامت باشید دوستان عزیز، استادان، ای اهل سخن، ای اهل دل. حالا اینجا یک گروه، چون در اون تخته ترغیباتی هم شما دیده بودید، در اینترنت هم ما گذاشتیم، یک گروه برادران از من بزرگسالان، همشون قریب همسالی پدرم است، پدرم بزرگسالا سراینده ها خواستند اینجا یک تا دو تا شعرهای مرا که آهنگ بستند، الها صداشون خسته نباشد سرود میخوانند. حالا با اجازت شما یک سرود گوش کنیم و همون سرود متنش من اول به شما میخوانم و از برادر عزیز ما از نینواز خواهش میکنیم که
با صدای نای اگر همین شعر قرائت کرده شود به مردم خوشایندتر خواهد بود. سلامت باشید. مشکل پسند مادر، مشکل پسند مادر، مشکل کشای مادر، هم رهنمای مادر، هم راه پای مادر، هم شمس دل قرینت، هم ماه در جبینت، هستی چو عرش بر جای، بی تخت و جای مادر. ما را گسیل کرده در کنج خانه تنها، بگریستی ز هجران با های های مادر. اشک نهانیت را جبران چسان توان کرد، ناآگهی ما را بخشای آی مادر. گه بخت جسته رفتم، گه تخت جسته رفتم، غافل که در کفی توست مرغ همای مادر. غافل که در کفی توست مرغ همای مادر. ما زنگ بسته هستیم آینه کار هستی، این جرم و کین ما را از دل زدای مادر. راهی که میرساند ما را برستگاری، با یک اشاره خود برمان نمای مادر. در این سرای کهنه بس نوحه ها کشیدم، یک لحظه علت را از نو سرای مادر. در این سرای کهنه بس نوحه ها کشیدم، یک لحظه علت را از نو سرای مادر. تا دست سرد پیری از دامنم نگیرد، بحری بزرگ مهرت تا دیر پای مادر، تا دیر پای مادر. دوستان عزیز، همین شعری که حالا قرائت کردم سراینده بسیار شناخته ناحیه دیوشتیج و بیرون از آن اعلاچی فرهنگ جمهوری تاجیکستان سرور یادگاری یک سرود کردم. همین غزله من ایشان را به صحنه میخونم. مرحمت اینک دوستان پیشواز میگیریم. سرور یادگاری. تشکر برای آهنگ. کشای مادر، همراه پای مادر، هم رهنمای مادر. مشکل پسند مادر، مشکل کشای مادر، همراه پای مادر، هم رهنمای مادر. هم شمس دل ترینت، هم ماه در جبینت، هستی چو عرش بر جا، به تخت جای مادر. هستی چو عرش بر جا، به تخت جای مادر. آسایش ندیدی از درد و غصم ما، قند و زدای مادر، شادی فضای مادر. ما را گسیل کردن در کنج خانه تنها، بگریستی ز هجران با های های مادر. ما را گسیل کردن در کنج خانه تنها، بگریستی ز هجران با های مادر. بگریستی ز هجران با های مادر. تو را اگرچی ما غافلان ندانیم، بالاست قیمتی تو نزدی خدای مادر. ما زن بستن هستیم آینه کاری از تو،
جدای مادر ما زنگ بسته هستیم آینه کاری از توست این جرم و کین ما را از دل جدای مادر سرای کنه بس نوها کشیدم یک لحظه لحظه راه نو سرای مادر تا دستی سردی پیری از دامنم نگیرد بحری بزرگ میرد تو دل پای مادر دستی سردی پیری از دامنم نگیرد بحری بزرگ میرد تو دل پای مادر یک لحظه لب را از نو سرای مادر بحری بزرگ میرد تو دل پای مادر دوستان عزیز، اگر شما پرسید که در این 11 سال در دوشنبه از دوشنبه چی یافتی و در اونجا چی کار کردی، به همین سوال ها بسیار میشود. مثلا دوشنبه یک شهری بزرگ است. اونجا یک کس برای تجارت می رود، یک کس برای معلومات گیری می رود، یک کس برای آنکه به مرکز نزدیکتر شود، آینده یک زینه شود و آینده بیگان منصب‌های دولتی رسد. هر کس با هدف‌های گوناگون به پایتخت می رود. اگر من پرسید، من در 11 سال انا همین 5 تا کتاب چاپ کردم در 11 سال. کتاب دیواشتیچ سال گذشته همراه سابق رئیس ناحیه سلیمان زیازاده که امروز وزیر محترم کشاورزی تاجیکستان هستند به چاپ رسید. تمام معلوماتی که درباره ما هیکلش گذاشتیم، افتخار کردیم، اما دربارهش مردم که کمتر معلومات دارند همین غایه اون کس دستگیری کردن. پوره درباره دیواشتیچ سرچشمه‌های علمی همه چیز جمع کردیم که هم از ادبیات هم شعر باشد. هر چیزی که درباره همین دیواشتیچ هست جمع کردیم و هر چیزی که درباره ناحیه دیواشتیچ هست جمع کردیم و باقی مانده این کتاب‌های اشعاری من هستند. و من دوستان از همین فرصت استفاده برده چون سخن درباره دوشنبه رفت، از دوشنبه یک گروه مهمانا حضور دارند با راهبری چخیلی که گفتم استاد محمد الله تبری، کامران جان، کامران سفر، اینه که نوار میگیرد، عکس میگیرد، نبیری اشور سفر، شاعر خلقی تاجیکستان، شهباز ابرار، پسری ابرار ظاهر، نویسنده بسیار خوش سلیقه، یادشان بخیر. ابرار خیالم ابرار شهبازم خیالم کم کم می نویسد، حالا چاپ نکرده است، کم کم به نویسندگی داره چون پدرش هم نویسنده بودن. تشریف آوردم. من سخن به استاد محمد الله تبری میدهم، مدیر شعبه فرهنگ روزنامه جمهوریت، اکادمی تئاتر شناسی آسیای مرکزی، تئاتر شناس، نامزد علمی تاریخ. من زیر سرپرستی همین کس در جمهوریت کار میکنم، در روزنامه جمهوریت. روزگارانی که انسان از انسان میگریزد، میترسد، در روزگارانی که همه رو به بازار و تجارت آوردند، خوشبختی ملت مرا ببینید که همه سرجم آمدند تا بزم شعر و جشن شاعر را بگیرند. من برای این صداقت، محبت پیش شما سری تعظیم فرود می‌آورم. همین شاعرانند که آن چیزهایی که ما
گفتن نمیتوانیم یا خلاصه کردن نمیتوانیم و جنبست کردن نمیتوانیم، بسیار به طور موجز بیان می‌دارند. همین شاعرانند که زبان ما را مادری گفتند. همین شاعران هستند که زمین ما را زمین پدران گفتند. و امروز ما در محفل قرار داریم که اسمش ساعت مادری من خورشید است. مادری هر کدام ما کی است؟ تاجیکستان است، وطنی عزیز ما است و همین وطن است که هم وزن و هم پایه اصطلاحی ifade من نمیدونم چی گویم، اون چیزی که فراتر از همه این چیزها مادر است و آن همون خورشید ما، آن همین استقلالیت ما است که امروز زیر شعاعهای آن کشور ما پرترفشان است، شکوفا است، پیشرو است و ما امکان داریم که بزم شعر برپا کنیم و مهر و محبت خود را به وطنمان، صداقتمان را به سرور ملتمان بیان داریم. اصلا در دوشنبه همین گونه یک ifade است که شعر امروز تاجیک گرد نام سه بزرگمهر چرخ میزند. من به این ifade راضی نیستم، اما باید اقرار شد که این سه جوان شوریده به شعر خیلی نوگانی های زیادی را وارد نمودند، به خصوص بزرگمهری ما. بزرگمهر چون تورنه نوبال به عالم شعر پرک شدند و دیدند که شما میدونید که تورنه این از بهار به ما پیام می‌آورد و دیدند که واقعا هم بهار آوردن آسان نیست و چون ساغرشان پر از صدا بود، من اینجا کتاب ساغر صدا رو نمیبینم، این کس خاکساری کردن، پس معلوم شد که 6 کتاب داشتن. خوشبختانه بزرگمهر با نشر این کتاب ها هم هوس شاعری شکستند و هم زهر حسد و رشک را نیز چشیدند. ما در دوام استقلال دوره های مختلف را از سر گذراندیم. یکی از دوره هایش همین گونه بود که آغاز استقلال همه یک باره شاعر شدند. شاید دردها ما را شاعر کرد و آن زمان شاعران به جستجوی خواننده خود برآمده بودند، اما امروز که زمان دیگر شده است، خوانندگان شاعری خود را میجویند. خوش به حالتان که شما شاعری خود را دریافتید و خوش به حال ما که این شاعر دردها و رازهای و اندیشه های نهانی ما را ifade میکند. من اینجا به نمایندگی از نشریه رسمی جمهوری تاجیکستان روزنامه جمهوریت حضور دارم. سروری محترم ما استاد قربان علی رحمانزاده خیلی خواهش میل و عزم اینجا آمدن داشتند، اما شما خودتان میدانید که کارهای جمعیتی مسئولیت بیشتری دارن و رو با یک چیزی کار دیگری سفربر نمودن. من از نام آن کس، از نام تمام اهل جمهوریت، از تمام دوستداران شعر، من اینجا میتوانم به حیث عضو ریاست اتفاق نویسندگان از نام ریاست اتفاق نویسنده های تاجیکستان بزرگمهر بهادر را با نخست بزم شعرشان تبریک بگویم و این چیز به من مایه افتخار است که بزم شعری بزرگمهر جشن شعری جمهوریت نیز هست. درود به اهل تالار. واقعا خیلی لحظه های گوارا و سمیه است و بزرگمهر برادر ارجمند ما که قدم های اولی خود را در پیراهی بزرگ اشعار شعر تاجیک میگویند، واقعا خیلی عجیب است، خیلی گوارا است و راستی از دیدن چنین صاحب استعداد ما با آینده خوشبین هستیم، خیلی خوشبین هستیم و بسیار مثال های عجیب آورد برادر ارجمند ما که استاد لایق را به یاد می‌آورد. یعنی هر یک مصرعی که در دل شاعر شعله میکند میسبزد، این از دل مردم، از جبین مردم است. همچنان که استاد لایق گفته بودند که سخن ورا از کام دل یافتم من، درازی کوتاهی مصرع‌ها را ز آژنگ جبین‌ها یافتم من. من گمان دارم که
بزرگمهر بزرگ واقعا هم بزرگمهر بزرگ خواهد بود و از چنین از دل شما از جبین من شما درد احساس عشق را خواهد سرایید برایش توفیق می‌خواهیم. راهبریت جمهوریت مخصوصا سردبیری آن قربانعلی رحمانزاده درود به نامشان، چون که میدانند که جوان خونش جوشیدگی است، سرزنش هم میکنند، تحمل هم میکنند. من از زمین تا آسمان از جمهوریت منتدار هستم. مرا اگر تا اینجا آورده رساند کارهای تشکیلی سبق و مکتب بزرگ جمهوریت بود که مرا تا پیش شما آورد. جمهوریتی که 97 ساله است. دوستان عزیز، با اجازت شما حالا یک برادری بسیار قدردان، ما با ایشان دوست هم هستیم، برادر هم هستیم، خورشید ابراهیم زاده را معرفی کنم که حالا یک غزل مای ناگهان از اینترنت گرفته خواندند، همه سری من به آسمان رساندند که هر مرد شتردار اویس قرنی نیست، گفته یک شعر هست. من در پیروی همین شعر شاه و درویش زی تشویش جهان امین نیست، هر کی فرهاد شود درد و غمش شیرین نیست، گفته یک غزل نوشتم. خورشید ابراهیم زاده که ذوق بلند دارند، ذوق بلند شعرشناسی دارند، همینه گرفتند سرود کردند و به نزدیکی در کنسرتشان در فیلارمونی هم اینه خواندند، سرودند که من از زمین تا آسمان از خورشید ابراهیم زاده می‌ندارم. باز هم میگم که خورشید ابراهیم زاده امروز در ششمقام خانی اول است، در بین جوانان اول است. خورشید ابراهیم زاده دارنده جایزه های بین المللی هم در سمرقند در آزمون های تشکر به بزرگی مبارک شود. هم در آزمون های بین المللی مقام خوانی در آمریکا، در فرانسه، در ژاپن، در همه جایی که سرودی تاجیکی ما معرفی کرد، دولت ها بیشمار، ترکیه، قرقیزستان، قزاقستان. من حالا از این بیش حرف زده نیستم، فقط میخوام که شما قدم رنجه کردن، سلام درودی مادر و پدرشان رساندن، خودی از کانی بادام رساندم. ایشان در کمیته تلویزیون و رادیو نزدیک کمیته جمهوری تاجیکستان در انسامبل ششمقام سرایان فعالیت میکنن. همزمان در کنسرواتوری ملی تاجیکستان به نام طلب خواجه ستار استاد هم هستند، یعنی که کتابشان به نزدیک چاپ شد، هم نوای دل. من بسیار گفتم میخوام درباره برادر عزیزم، اما حالا سروده گوش کنید، سروده گوش کنید، لذت برید، کفکو بکنید. کفکوی برای بزرگی مبارک باشد. مهمانای عزیز السلام علیکم. من اینجا بسیار سخنهای خوب و گوارا شد، ما سخندان نیستیم، فقط در پیروی به این سخنهای در بالا گفته شده برای بزرگمهر قله ها و فتحهای بلند شاعری را افشا میکنم. امید دارم، آرزو داریم و من باوری دارم که در سالهای نزدیک باز هم کتاب‌های جالب، آچرک‌های جالب، مقاله‌های جالب مثل این کتاب‌ها جوان می شود و برای مردم پیشکش کرده می شود. مبارک باشد جشن استقلالیت، 30 سالگی استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان قرار داریم. برای هر یک شما مبارک باشد. سلامت باشید. تشویشی جهان امین نیست، هر کی فرهاد شود رنج و غمش شیرین نیست. این همه بی هدفی های تو است، بی دردی گر دلی را علمی عشق
مسکین نیست گردی را علمی عشق بود مسکین نیست از این ملک روی تا بشوی آسوده سری بی درد و بلا در یمن او در چی نیست تو از این ملک روی تا بشوی آسوده سری بی درد و بلا در یمن او در چی نیست پس به پیراهن زیبا نشود آزاده وایداره مرغ مرجان و پری رنگی خود شاهی نیست مرغ مرجان و پری رنگی خود شاهی نیست چرا پیروی دیری سخن کردم باز چون که صد پند و مثل هست و تو را تمکین نیست چون که صد پند و مثل هست و تو را تمکین نیست هر کی فرهاد شد رنج و جمال است و بس دلبری من عین کمال است و بس چهره و اصل جمال است و بس در سری کوی غمی و مرد را هر چی نشان است و بال است و بس در سری کوی غمی و مرد را هر چی نشان است و بال است و بس
پسیان کرده وصال است و بس هر دمم پیش برخواست کمی از پسیان کرده وصال است و بس دوستان عزیز با اجازه شما چند شعر دیگر در وصف وطن درباره وطن مادر درباره تاجیکستان که همین قدر کوچک است ولی باز دشمناش دیده نمیتونند باز میخواهند که از این طرف و از اون طرف باز هم پاره کنند همین ملت چرا یک در مردم قانچر دیوشتی هم یک گپ هست سنگ به درخت میوه‌دار میرسد این ملت اینقدر فرهنگ دارد پیش از میلاد اوستا نوشت با آب زرد در پوستی برزگاه این ملتی که صاحب کتاب است این ملتی که برای ترغیب و تشویق قرآن اینقدر خدمت ها کرد این ملتی که از رودکی سر کرده تا استاد لایق و معلمه گلرخسار و فرزانه خوجندی اینقدر بزرگوارا دارد حتما باعث رشک دشمنان میشود حتما این ملت هیچگاه استاد لایق هم بگرد تاجیک یگان بار به دیگر دولت از سر کین و عداوت لشکر نکشیده است واقعا هم خودش حمایت کرده است لیکن لشکر نکشیده است و در همین چخیلی که رئیس محترم ظفر اسماعیل زاده گفتند در همین ناامنی هایی که در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان شد باز هم تاجیکستان خود را حمایت کرد خیلی تحمل کرد شما میدانید اول یک بانوی به سوی یک بانوی تاجیک ترک شدند یک معلمه کشتند آرام شد آرام استاد لیکن تاجیک را شما به چشم کم نبینید تاجیک وقتی که برخواست شیر بچه هاش در نیستان خفتگی هستند اسکندر خطلانی یادش بخیر یک شاعری جوانمرد که در مسکو کشتند اسکندر خطلانی میگه در خون من غرور نیاگان نهفته است خشم و ستیز رستمی دستان نهفته است این تاجیک وقتی که بیدار شد خیلی صبر میکند اما به همین خاطر دوستان من چند شعر درباره وطن اگر با اجازه شما سرایم این وطن را ساختن آسان نبود یک غزل قرائت میکنم این غزل برای همه اون گذشتگان شروع از استاد صدرالدین عینی که 75 چوب به پشتشان زدند و بعدا سال 34 قریب بود که به قتل رسانند تهمت خیانت کردند بعدا شیرینشاه شاه تیمور نصرت الله مخزوم که در مسکو پرانده شدند گورشان معلوم نیست اینقدر بزرگا اینقدر عزیزا برای این ملت برای انمین خاک برای انمین که من شما همچه آرام شینیم و شعر خوانیم جان به جان آفرین سپردن آنها میخواستن این روزهای بینن اما ندیدن این شعر به خاطر آنها بخشیده می شود سوختن بگداختن آسان نبود این وطن را ساختن آسان نبود سوختن بگداختن آسان نبود این وطن را ساختن آسان نبود بعد مرگ کاوه و 18 پسر پرچم افراختن آسان نبود این همه آرایش از خونی دل است خانه را پرداختن آسان نبود بعد خونی پنجه های باربد چنگ نو بنواختن آسان نبود چون سیاوش خیش را از بحر ننگ بر علاب انداختن آسان نبود سر به دار و پای در زولانه ماند بی سر و پا تاختن آسان نبود 100,000 آثار فرهنگ و هنر همچو جان باختن آسان نبود خاکش از اشک نیاگان خرم است خاکش از اشک نیاگان خرم است این وطن را ساختن آسان نبود دوستان شعر نوبتی به روح شهیدان میهن مخصوصا به مادراشان که اونه بزرگ کردند و برای وطن فدا کردند در همون جنگی که در بالا گفتیم فدا شدن به آنها میبخشم مخصوصا به جسور
جسور همدیار ما از همین دیوشتیج یکی از همون شهیدا بود که در سرحد گذشت. همین شعر اگر مادرش نباشد، خواه باشد خواه نباشد، به روحی همون برادری عزیز و به مادری عزیزش که داغ فرزندی به اون میبخشم. خیلی که رئیس محترم ظفر اسماعیل زاده قرائت کردن، من میخوام اونو بار دیگر به شما قرائت کنم. هرچند که پرورده به دامان شما شد، هرچند که پرورده به دامان شما شد، امروز فدا در ره آسایش ما شد. فرزند شما بود دیگر از همه خلق است، فرزند شما در ره ناموس فدا شد. جبران نتوان کرد دیگر اشک شما را، از اشک شما در دل ما زلزله ها شد. جبران نتوان کرد دیگر اشک شما را، از اشک شما در دل ما زلزله ها شد. در خانه جان و دل ما جا شده است و با گریه مپرسید که بیچاره کجا شد. در قسمت هر مرد بود حکمت بسیار، با نوحه مگویید که این کار چرا شد. در خاک قدم های شما سر بگذاریم، با مهر شما کودکتان مردی رسا شد. قربان همه شیر و شکرهای شماییم، قربان همه شیر و شکرهای شماییم، چون شیر شما در رگشان خونی وفا شد. با لطف خدا موج دعا شه پسر ما، در سلک عزیزان و شهیدان خدا شد. دوستان عزیز، اهل مردم سخنسنج ناحیه دیوشتیج و تاجیکستان که از گوشه و کنار آمده، درباره استاد صدرالدین عینی اگر یاد نکنیم، استاد لایقم یک دو بیتشان میگویند که اگر ما مردگان را یاد ناریم، بدان که مرده‌تر از مردگانیم. استاد صدرالدین عینی همین ملت از خاک و خاکستر، از خون و خاکستر گرفته ملت کرده است. یک شعر دارن، یک غزل دارن، برآمد عاقبت آواز تاجیک. ما در همین ردیف چند غزل گفتگی هستیم. بنازم تا فلک فوتبال تاجیک، اگر دشمن باشد بانوی تاجیک. باز یک همین عیناً همین وزن در پیروی استاد صدرالدین عینی یک غزل گفتیم، غزل نو که براتون حالا قرائت میکنم. دلاگاهان همه مفتون تاجیک، همه در حسرت کانون تاجیک. به آبی زر نوشته در اوستا که صلح و آشتی قانون تاجیک. به آبی زر نوشته در اوستا که صلح و آشتی قانون تاجیک. بجز تاجی سرش معنی دیگر، محبت می شود مضمون تاجیک. عدوی بیمروت جامعش را نشسته، عدوی بیمروت جامعش را دم ناشسته با صابون تاجیک. شود پر کاسه صبرش تو را نیز، کند از بیخوبون ناخون تاجیک. به تیغ کی تواند برد از ما غرور و فر روزافزون تاجیک. به تیغ کی تواند برد از ما، به تیر کی تواند برد از ما غرور و فر روزافزون تاجیک. تو دیده کوه را و روح را ندیده وسعتی هامون تاجیک. غمی مجنون تو تخم است تو جوجه، دیگر باشد غمی مجنون تاجیک. گه بیت زی سعدی یا که حافظ، گه بیت زی جامی یا که بیدل، به گردش می درآرد خون تاجیک. به هم آورد دلهای پریشان غزلهای تر و موزون تاجیک. فقط اندیشه و والای فکرت، کشاید سینه گردون تاجیک. دلاگاهان همه مفتون تاجیک. دوستان عزیز، اینجا من باز هم میگویم که یک گروه نمایندگان استاد صدرالدین عینی، مکتب بزرگ استاد صدرالدین عینی اینجا حضور دارند. یکی از شاگردان صادق استاد عینی که امروز واقعا روح استاد عینی شاد کرده ایستادن، یک کتاب بسیار بزرگ حجم
маҷмӯи мақолаҳо дар рӯи устод айнӣ ҳам тартиб доданд. устод субҳони аъзамзод, устоди донишгоҳи давлати хуҷанд ба номи академик бобоҷон ғафуров ҳузур доранд, ки ҳамчун як ворис, ман дар чеҳрашон воқеан устод айния, устод абдусалом деҳотӣ ва адабиётшиносои бузурга мебинам. Адабиётшиноси бисёр мумтоз ҳам ҳастанд. устод субҳони аъзамзод, хуш омадед устод азиз. ولی من باری دیگر باور حاصل کردم که چقدر که کلاسیکانی ما گفته بودند سخن ز آسمان ها فرود آمده. واقعا هم امروز سخن از آسمان به اینجا فرود آمد و همه شما را در این تالار بسیار زیبا گرد آورد. واقعا هم این کس گفتند که همین سخن بود که همه شما را اینجا چی کرده بود، جمع آورد بود. واقعا هم فکر میکنم این سببی اساسی جمع کردنی اینقدر مردمی دلبسته سخن این ویروس سخن است که خدا کند که همه گرفتاری همین ویروس باشد و همین کرونا ویروس را برکنار کند الهی همین سخن. سلامت باشید. تشکر. من در مورد بزرگ مهر جان سخن بسیار دارم اصلا. خب و البته در نزد خودم مقصد هم نگذاشتم که همه اون سخن‌ها در اینجا گفته باشم و اینجا سخن‌های بسیار واقعا هم جالبی توجه بودند. واقعا هم ما سخن را چون ارویسان زیب داده زبانی معرفت پردازی تاجیک و این گونه سخن‌ها خیلی زیاد و واقعی است. در مورد شعر گفتن، چکل شعر گفتنشان واقعا سخن زیاد است. اصلا ما احساس میکنیم که و ادبیاتشناس‌ها هم میدونن که خب برای شعر یک نظریه کلی نیست و فهمش‌ها مختلف هست در این مورد. چگونه شعر میآید، چگونه جهان آرمان‌های شاعر سبز است، چگونه شعر از باطن یک شاعری سبزنده‌اش سبزتر میشود و غیر و هکذا. واقعا هم چیز هست. من در اینجا در مورد آنهایی که از ببخشید از دیوشتیج از غنچی برخواستن اینجا سخنی بسیار بود از معلمه لطافت که اینجا بسر کرده. خب اینجا با نام معلمه ارجمند ما زلفی عطایی هم که خب اینجا همه شما میشناسید و دیگر شاعرانی که هم در محیط دوشنبه و هم در محیط خود غنچی هم به ایجاد شعر مشغول هستند و واقعا دنیای سبز سخن را نمایندگی میکنند. خب در برابر اینها از بین همین جوان ها من بیشتر سری دو کاروی ایجادی دو نفر بسیارتر اندیشیده بودم که گفتند یکی اینجا از احسان رجبی یاد کردند که از همین غنچه از ادیب غنچه برخواسته است و دیگر همین بهادری بزرگ مهری ما که در بین اون سه بزرگ مهرهایی که گفتن واقعا یک سبک و روشی خاصه شعرگویی شعرسرایی دارند. خب اگر احسان رجبی بیشتر در شعری سفید دست و طبعی قلم آزموده فکر آزموده باشد، بزرگمهری بهادر در برابری شعرهای نیمایی و دیگر نوع اشعار گفتند در سبک کهن، در همون سرایشی سبک کهن و در همون تابان نگاه داشتنی چراغ شعر کهن زحمت‌های زیاد میکشند و اینجا چی هستند. خب من گفتم سخنم زیاد، فقط در مورد اون که همین نام بعض میشونه ساعتی مادری من خورشید است گفتن. من یک تفسیر خودم هست که اگر اجازه دارید همون تفسیرم خونده میدم و به همین سخنم نکته میگذارم. خب این کتابشون که اینجا در موردش گفتن این یک شاعری هست که از اول سیریش تو طبیعت سرشار انسانی و دیدی زندگی شناختیش روشن است. ببینید خودشون هم خوندن همین شعر که از یک صدا چقدر سرشار میشوند، در حریم یک نوا اسحار و از نفسی گل هوشیار میشود و با نفسی نازک متفاوتش همیازه گلها میشنود. خوب این هم چیز هست و اون شعری که گفتم اون فلسفه بسیار جالبی مادر اونجا آفریدن. خب همون رو خواندنی هستم. خب ببینید این عجیبی را که بزرگمهر خیراتورز و خوش آرمان ما در یک شعر نوبش ساعت مادرش را خورشید می‌داند. از این رو شاعرانه ساعت خوابیده خانه را خیلی خوش به تصویر می‌آورد و این حالت مادر را منقش ترسیم می‌کند
که مادر بی تقویم و بی ساعت است، اما با این همه سرحساب گیره و تاب تبش را دانسته است. از راه رفتن و باز آمدنی خورشید گذری روز شبش را درست می حسابد. از شمار همه سود و زیان از رقم‌های پریشان عمر روز میلاد فرزندش را هم هرگز از یاد نکویش نمیبرد. فلسفه شعر و خلاصه فلسفی شاعر هم خیلی جالب است که ذاتاً مادر با این سرشت و خلقتش فلسفه زندگی را شاید بهتر از 100 معلم فلسفه‌دان دیگر خوب و شایسته فرا کرده است. ماهیت مادر را هم شاعر در همین برای دیگران زیستن است. بی ساعت بی تقویم دیده با این شهادتی گویای ذوقش باطن مادر را ناتکرار بازگو می‌کند که روزی او اسپید است و دلش عقربه که امید است. ساعت مادر من خورشید است. آفرینش باد بزرگ میر که یک فلسفه ناتکراری جالبی را از یک نکته عادی پیش چشم افتاده دیگران یعنی بی ساعتی مادر آفریده و ذهن ما را رنگین کرده است. من و ما هزار مادری بی ساعت را میبینیم. اینجا متوجه باشید، من ما هزار ساعت مادری بی ساعت را میبینیم، اما ذهنمان اینقدر شروع را ندارد که طرح آن را در دنیای ذوق دیگران ترسیم نماییم چگونه که بزرگمیر این کار را کرده است. این هم شاید مثل همان سیب است که به سر هزارها آدم می افتد، اما این سری نیوتانی بود که با زدن سیب به سر جهانیان قانون پرجاذبه با نام قانون جاذبه جهان زد که جهان پذیر گشت. من فکر میکنم شعری بزرگمهر هم خدا کند که همین گونه قانون جاذبهش را همیشه نگاه دارد و همیشه ما با شعری بزرگمهری بهادر اینجاییم. این یک بچه ها باید دو نکته دیگر هست که بزرگمهر جان، عادل جان، خب اون ابراهیم جانی که این کس خاکسارش نامیدند واقعا هم از برادرای خوبی ما هستم. من بسیار امروز خوشنود هستم که در روز تولد مادری بزرگوارش ما اینجا حاضر شدیم، با پدرش ما خوردیم، دیروز ما صحبت داریم. این سال ماست، سال 50 همه ماست. من اینها را هم به 50شان تبریک میکنم و به بزرگمهر جان عزیز بزرگی های دیگر اگر گویم این هزار بار جنگ میکند خاکساری کنید دقیقا مایه بزرگ نگویید که باوش این الهی بزرگ باشد، صحت سلامت باشد. کتابی ما که با همراهی خواهر بزرگم پروفسور مطلوبه میرزاینوس سال گذشته چاپ کرده بودیم و دیروز هم یک چند نسخه دست من رسید و من همین نسخه ای که به دستم رسید یکمش را خواستم که به همین جشن سخن و جشن سخنی بزرگمهر بیارم و همین کتاب را در همین روز تقدیم نمایم، چون میدونم که خودی بزرگمهر جان همچون دانشیار اسپیرانتی اکادمی علم‌های تاجیکستان سری موضوعی شعری بزرگترین نابغه شعر تاجیک کمال خوجندی تحقیقات میبرد و فکر میکنم همین کتاب بهتر که در کتابخانه البته از کتاب‌های وی پایان‌تر است تقدیم میکنم. این کتاب مجموعه اشعار استاد لایق که به زبان روسی ترجمه شده است و همه ترجمه‌های استاد لایق در همین کتاب فراهم آورده است. زیر کتابخانه بزرگمهر جان عزیز من باشد. سلام علیکم. دوستان از استاد تشکر میکنم. استاد واقعا اگر کسی در فیسبوک فعال باشد میبیند که استاد سبحانی اعظمزاد در مسائل حساس، در ما چند مسئله حساس هست، بسیار مسئله حساس در مسئله ملت شناسی در مسئله فرهنگ ما بسیار است، اما یک مسئله خیلی نازک است که زبان است. این زبان ما میخوان نامش دیگر کنند، میخوان از خود کنند، میخوان برخواسته از دیگر زبان ها معنی داد کنند، لیکن استاد اعظمزاد جان فدایانه به قول خود ما سرسختانه و دشمنای بیرون و داخل که میخواهند که مسئله زبان نزاع برانگیزند و گویند که زبان حدود ایران دیگر است و زبان حدود افغانستان دیگر است و زبان تاجیکستان دیگر است، جوابهای دندان شکم میدهند. سلامت باشید. سلامت باشید. دوستان عزیز، من با کمال احترام به سخن رشته سخن حالا خنده نشده ایستاده به سخن به بهرام جان و برادر عزیزم بهرام رحمتزاده پسر بزرگ و شه پسری گویم، من پسراشون از این پسرای که بزرگشان هست و شه پسری شاعری خلقی تاجیکستان احمد جان رحمتزاده دیرکتور مرکز علمی کمال خوجندی هستند. از دوستای
بسیار دیرینه ما هستند، بسیار دلشان دریا است، صحبت میکنم. به تماشا سوگند و به آغاز کلام واژه‌ای در قفس است. میگوید سهراب سلام و یک جهان محبت نثار شما عزیزان باشد. وقتی درباره یک شاعر صحبت میکنید، من نمیدونم برداشت‌ها گوناگون هستند، اما برداشت‌ها چخیل میشن. یک شاعر میتوان از یک مصرعش هم بزرگیشه، حشمتشه، اندیششه، محبتشه، فراگیریشه، فلسفهشه دریابی. مثلا وقتی بینید اگر از نیما یوشیچ بزرگ پدر شعر نو فارسی تاجیکی صحبت کنید، یک مصرعش کافی. میگوید من قایقم نشسته به خشکی، تمامی وسعتی اندوه، تمامی وسعتی هنری همین شاعر در یک همین مصرعش دیده میشه. میگوید من قایقم نشسته به خشکی. وقتی اگر درباره بزرگمهر صحبت کنید، بزرگمهر البته مثلا با نیمایوشیش قیاس نشونده است، اما آب اقیانوس هم، آب چشمه هم، آب رود هم از یک قطره معلوم میشه. بزرگمهر بسیار چیزهای عجیب داره. اگر من شخصیتش نمیگویم، میگوید که در میان سنگ ها آینه دارم تا ابد. بینید همین وسعت، همین پهنایی، همین دید، یعنی همون معیار هست. بزرگمهر البته وقتی که معیار میگیرد از بزرگا میگیرد. اینجا در حضور شما عزیزان، در حضور شما استادان سخن گفتنی ما شاید اونقدر از روی آداب هم نباشد، اما این همش از محبت است. بزرگمهر همین قدر یک انسان عجیب هستند که این کسی دوست نداشته نمیشه. یک انسان بسیار خاکسار و خاکی، لیکن در عین زمان یک انسان بسیار پرغرور. یک شاعری که تمام غروری به قول خودشان اینجا خواندن، غرور نیاگان در سینه‌شان نهفتند. و من شوخی آمیز هم چندین مصرع ها، شعرها بخشیدم برای بزرگمهر عزیز. شوخی کرده اینجا یک تو بزرگی و مهرزان گردید، پشت نامی عزیزی تو الحاق، پس بهادر نسب گرفتی تا فتح سازی سراسری آفاق. اینه بینید سراسری آفاق دلهای ما فتح کردن. امروز شب شعرشان است، شب بسیار شب اولین شعرشان، لیکن شب اینقدر روشن، شبی که از چهره های نورانی شما، از دلهای آتشدار شما روشنی میگیرد. و این محفل را برای بزرگمهر که از آغاز کردن از زادگاه، فتح کردن شهرها و که این کس علاقه شهرهای دلی ما فتح کردن، به این محبتشان، به این صمیمیتشان. بزرگمهر انسان ساخته نیستند، بزرگمهر در همه حالت صمیمی هستند. در این زمان این صمیمیت نگاه داشتن، صدرویه نبودن، این بزرگترین دستاورد است. همین یک مرد تربیه یافتن این بهترین تحفه است. یک استاد وقتی ما در مرکز علمی کمال خوجندی که فعالیت میکنیم و هر سال 10 جلد 12 جلد کتاب نشر میکنیم، برای من شوخی آمیز یک حقیقت تلخ گفته بودن که امروز زمانی هست که ما از نشر کتاب ها دیده به نشر انسان ها بیشتر نیاز داریم، یعنی انسان های حقیقی. یا بزرگمهر عزیز هم یک انسانی واقعا حقیقی، یک شاعر واقعا بسیار عجیب هستند. و بینید میگن که من از شکار آفتاب آمد دلم، یعنی اونقدر دلی بزرگ دارند که به شکار آفتاب میروند. یا مثلا رنجی شبهای سخن را میکشم، میگویم رنگ را در دل شب جسته، رنجی شبهای سخن را میکشم، میگویم. و همین گونه بسیار مثال ها میتوان گفت. من میخواهم که
با یک غزل خودم که به شاعر عنوان دارد، به شاعر عزیز ما سخنم جنبست کنم از نام ریاست شعبه سغدی اتفاق نویسندگان، از نام تمام قلمکشای ولایت عزیز ما، از هیئت دوستان، از هیئت مرکز علمی کمال خوجندی. این کس موضوع تحقیقشان سبک سخن کمال است. برای ایشان بار دیگر تبریک میگویم و همین غزل برای شما قرائت میکنم. زندگی ای عذاب راحت کش، کار بیهوده و فرصت کش، چنگیزی تنگ چشمی تیرانداز، تیموری لنگی و جسارت کش، قامتم را خم آوری آخر وقت ای با غروری سولت کش، بخت ای عیش سوزی شاد شکار، بخت ای عیش سوزی شاد شکار. خب باز هم زندگی کنه شاعر، شعر گو شعری خوبی کلفت کش، گرچه چون شاعران، گرچه چون آدمان عاشقان لاقیدن، شاعران آدمان غفلت کش، تا زمانی که شعر بود سپر هیچ تیره نگشت ملت کش. سلامت باشید برای بزرگمهر عزیز. مبارک باد برای همه ما، مبارک باد چنین بزم زیبا، چنین مرد زیبا که هر یک خصلتشان تمامی به قول روزها میکشان به خودشان میزیبد، دستجمانی هاشان، شعرخوانی هاشان خاص خودشان، تقلید نمیکنند به هیچ کس، خاص خودشان. برای این کس مبارک باشد. با یک دیوان استاد فرزانه که یک جهان محبتشان اینجا ارسال کردن و با یک کتاب خودم برای ایشان تبریک میکنم. دوستان عزیز، من با اجازت شما نوبتی سخن را به سراینده شناخته کارمندی انسامبل شش مقام سرایان نور خوجند که با راهبری هنرمند مردمی اتحاد شوروی جلوه مرادوف در شهر خوجند باستانی فعالیت میبرد، اینام کریموف فرصت را دهم شعر رودکی، یک غزلی ما که به افتخار بزرگ داشت استاد رودکی نوشته شده بود، آن به آهنگ در آوردند و در اما انسامبل با همه آن نوازنده ها ثبت کردن. به آن نوازنده ها هم تشکر، به استاد جلوه مرادوف هم تشکر که این انسامبل راهبری میکنند، پرستاری میکنند. شعر رودکی، سرود رودکی با اینام کریموف برادر عزیز ما. خونیاگری ممتاز آهنگی زبان می نوازی با 100 عصری دیگر چنگی زبان، می تراود بوی گل از حرف‌های چیده، نام تو سرلمحه‌ای زیبای فرهنگی زبان.
خونیاگری ممتاز آهنگی زبان مرحبا خونیاگری ممتاز آهنگی زبان چشم و دلم بشکستم یه صدایی با پیامی سوی زنگی زمان هر قدر آینه چشم و دلم بشکستم یه صدایی با پیامی سوی زنگی زمان بعد عربی خراسانی زبان دور کرده بود بعد عربی خراسانی زبان دور کرده بود یافتی راهی نو از پیراهی تنگی زبان یافتی راهی نو از پیراهی تنگی زبان محفوظ و رنگی زبان مام در دیوان تو محفوظ و رنگی زبان مرحبا خونیاگری ممتاز آهنگی زبان ممتاز آهنگی زبان زیبای فرهنگی زبان دوستان عزیز همین یک کیفیتی سرود دور نشده با اجازه شما من خورشید قابلزاده برادر عزیزمان را خوانم که سرودی دعا نام سرود دعا است بخشیده به مادر است اونا اینجا پیشکش شما گردانند یادآور میشم که خورشید قابلزاده پسری فرزند همین دیار هستند پسری خورشید قابلی دایره چفته همه شنیدگی پسری همکاس به افتخار شما یک کف میکنیم برادر قند و برادر عزیز ما برام
همه شعرهایی که در اینترنت میبینید ثبت شدگی است و صدای من که میرود در استودیوی همین خورشید قابلزاده ثبت شدگی است. تشکر. مرحبا. دلت را پاره کردی فدا خود را به ما همواره کردی ایا مادر دلت را پاره کردی فدا خود را به ما همواره کردی سرودی الله تعینی دعا دعاها در سری گهواره کردی سرودی الله تعینی دعا دعاها در سری گهواره کردی ایا مادر ایا مادر ایا مادر ایا مادر ایا مادر ایا مادر نجست درد و داغت را شفایه همیشه درد ما را چاره کردی نجست درد و داغت را شفایه همیشه درد ما را چاره کردی گلی نمک را داده بر ما قناعت گه به یک نان پاره کردی گلی نمک را داده بر ما قناعت گه به یک نان پاره کردی ایا مادر ایا مادر ایا مادر ایا مادر ایا مادر ایا مادر جوانی را با ما میراث دادی چو برگی تیر ما رخسار کردی سرش از سنگ باشد گفته هر دم خدایی مهربان را زار کردی سرش از سنگ باشد گفته هر دم خدایی مهربان را زار کردی ایا مادر 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 ایا مادر
аз шумо узр мепурсам ки фурсати қимати шуморо мегирам. Ман мехостам ки ба ифтихори ду раиси муҳтарам як ҳафкӯй бикунем ки таҳаммул карда ба хотири шеъри сухан, ба хотири ман ки шояд ҳамсоли набирашон бошам, ҳамсоли фарзандашон бошам, не балки ба хотири қадри сухан. Сухан аз арши барин омадааст, баҳри покон ба замин омадааст. ба ҳамин хотир ман аз ешон ташаккур гуфта се бонуро ба саҳна мехонам ки сухан кунанд, чун аз роҳҳои дур расида омаданд. Фурсат ҳам кӯтоҳ аст, мехоҳам ҳар сешон якҷоя суҳбат кунанд ва бояд гуфта гузарам ки баъд аз се бону инҳо ҳама олима ҳастанд, ҳама донишманд ҳастанд. вақте ки суҳбат мекунанд баъдан ман дар бораи зану ишқу ҷавонӣ чанд шеър мехонам ва баъдан дӯсти азизи ман, бародарбузурги азизи ман Дамирбек Олимов ба хотири ишқ, ба хотири бонуҳо чанд суруди аҷиб мехонанд. ҳоло ман ба саҳна мехоҳам ки даъват кунам муаллими азизам, соҳиби сарсухани китоби баҳор овардан осон нест, Анзурати Маликзод, Анзурати Маликзоди Самарқандӣ. ешон аз Самарқанд ҳастанд, ба ифтихорашон. гӯё ки як чеҳраи нуронии самарқандӣ доранд. ва муаллими азиз Сурайё Ҳакимова, муаллими азиз марҳамат, шуморо ба саҳна мехонем ва Раънои Зоирдухт, инои ҳамашонро муаррифӣ кардам, танҳо мехоҳам ки пеши ман бошанд. марҳамат муаллимаҷони азиз, марҳамат. марҳамат. ассалому алайкум дӯстони азиз, шефтагони сухани ноб, ошиқони ростини сухан, ҳамон нафароне имрӯз ҷамъ омадаанд ки инҷо воқеан ошиқи сухананд. дар замоне ки фақат фосилаҳои иҷтимоӣ дар тамоми дунё риоя мешавад, фосилаҳоро танҳо сухан метавонад бишканад. мо муҳаққиқо фақат ёддошт мекунем, менависем, бедалел гап намезанем. ба қавли ҳазрати ҷомӣ, сухан мояи сеҳру афсун буд. ба тахсис вақте ки мавзун буд. вақте ки ҳамин пандемияи фарогир тамоми ҷаҳонро фаро гирифт, ҳамаи мардум дар бораи сирпиёз гуфтанд. Сирпиёз мехӯред, баъзеш дар бораи пиёзи талх гуфтанд, дар бораи имбир гуфтанд, дар бораи як чиҳое гуфтанд ки масъулияти бадана боло мебаранд. ҳамунҷо шӯхиомез дар як ҷаласаи шӯрои илмие ки доштем дар назди академия гуфтам ки чаро шумо дар бораи ягона чизе ки ҳамеша иммунитети мардуми моро дар тамоми замонҳо баланд нигаҳ доштааст гап намезанеду фаромӯш кардед. устодои азизи мо онҷо гуфтанд ки чӣ будааст ин? гуфтам наход ки ҳамин ягона чизе ки ҳамеша иммунитети мардуми моро баланд бардоштаву баланд нигаҳ доштааст, ҳамина фаромӯш кунед. ин ягона чизе ки иммунитети миллати моро бардоштааст ва бардошта метавонад сухан аст. сухани мавзун аст. қудрати сухан ва дар ҳамон замонае ки дар фейсбук дунёи маҷозӣ андармон будем, гирифтор ҳастем, ҳамаи шумо хабар доред, ягона тасаллубахши дили мардум ки ба вирус печида буданд боз ҳамин сухан буд. сухан заҳру позаҳру гарм аст сар, сухан талху ширину дорӯи дард. дар ҳамин майдонҳои ҷанг, дар арсаҳои бисёр таҳлукаовари замон маҳз ҳамин сухан миллати моро нигаҳ доштааст. фақат сухан будааст ки миллати моро нигаҳ доштааст ва ман имрӯз хеле хурсанд ҳастам, хушбахту хушҳол ҳастам ки миллати мо миллати суханпарвар ҳастанд ва ҳамеша дар фейсбук мебинам аз як гурӯҳ ҷавононе ки ба арсаи адабиёт омадаанд, аз як гурӯҳ қаламкашоне ки ҳастанд, аз ҷумла аз Толиби Луқмон. худашонро ман аслан надидам, ба онҳо ҳамсӯҳбат наштам, аммо пайваста аз фейсбук мехонам Толиби Луқмон, Иброҳимҷони Дӯстализода, бузургмеҳри Баҳодур, бо як бузургмеҳри дигарам ҳастанд. бузургмеҳри андак майдахел ҳастанд, бузургмеҳри ҳаким бошанд ва баъзе касои дигар, Мафтунаи Қосим ва баъзе нафарои дигар ҳастанд ки ман ина бардошту хулосаҳома фақат ҳамон аз фейсбук ҳосил кардагима мегӯям, шеъри замони моро мегӯям, шеъри имрӯзи моро мегӯям. ва як қисми дигарашон мисли Баҳодури бузургмеҳри Баҳодур як дар айни ҷавонӣ пир шуданд, гоҳо ҳакимона сухан мегӯянд,
یک نصیحت میکنم. یعنی زمان جوانها رو پیر کرده است، جوان پیر شدند، شاعرانی جوان پیر هستند. خلاصه‌های خیلی زیادی دارم. این جوان پیر به معنای مثبتش است، به معنای منفی نیست. به معنای مثبت سخن است. یک مقاله هم تر کردم اونجا در دفترم، گفتم با دفترهای طلبگی من نبینید که با هراس بیاد که این خود همه خود چیزو میخواند. حالی وای خطیب سری منبر میبراید و با گپ میزند میگه گپای منو میفهمید، میگه مردم هم خب بودن گپ میزنن اهل تالار زیگ میشن، میگن که مسلمانی چی است. بعد میگه من یک مردم خطیبم، با مسلمانی چیکار دارم؟ یا برای ما هم یک محقق هستیم و درباره شعر گپ زنیم، من چیکار دارم که شما زیغ میشید یا خرسند؟ امروز درباره مادر سخن کردیم، درباره مادر. واقعا همون درباره چیزی که درباره ایمونیته گفتم سخن همیشه همقدم ما بوده است، همیشه مادر و پند مادر همراه ما بوده است. روانشان شاد بود استاد سلیم شاه حلیم شاه که همکار بودیم در اتفاق نویسنده ها در ادبیات صنعت و یک وقت آمدن گفتن که دخترم من با شما یک گپ میگم. و چرا گفتم همین تاجیکای ما پدر ندارن، همین تاجیکای ما بی پدرن. گفتم چرا استاد این خیلی میگی؟ آخه ببین اما درباره مادر شعر میگه، هیچ کس درباره پدر نمیگوید. گفتم این گپشون نیم هزل و نیم جدی و نیم شوخی بود. یعنی همین گپی استاد هم یک حکمتی داشت، یک پندی داشت که ما گرفتار پند مادر هستیم همیشه. ما ملت آریایی همین مادر ما چی گوید اگر پیر میشیم همون گپ در گوش ما صدا میاد، مادری من این خیلی میکرد، مادری من این خیلی میگفت، پس این درست‌ترین کار است. با افتخار مادر عزیزم اینجا هستن آقای گلچهره در سنی نوبت 50 رسیدن. میخواهم یک چند بیتی استاد خلیل الله خلیلی را خوانم با افتخار شما. آدمی را گر خدا آرد نخست، آدمیت را کند مادر درست. مادری فرخنده شاگرد خداست، استادی درسگاهی کبریاست. همین مادر آدمیت سازم، همین مادر شعر سازم، شعر را همین کس ساختم، چون آدم ساختم، انسان ساختم. و میخواهم که برای آنکه درباره بزرگمهر بعد گپ میزنم، گپایی که درباره این کس دارم دو دفتر طلبگی اینجا نوشتم، حالا بعد میدیم خودشون میخونم. درباره پیریاشون گفتم که شاعری جوان پیر هستن. مثلا میگن که کودکی بازارچه های خواهری من مانده است، کودکی در خنده های دادری من مانده است. هر سحر آینه رسمی پیری من میکشد، کودکی در باغ سبزی مادری من مانده است. نخواد شما هم میتواند بازی کنید، حالی جوان هستید، فراموش نکنید بازی شعر کنید. بعد میخواستم یک چیز دیگه بگم که گفتن که همین دشمنای ملت ما هر چی پربار است سنگ میاندازن. همین چیز در نظر گیرید، در شعرتون گوید تا همین با ما سنگ انداختن، مثلا همین تروریسم، تا همین با ما سنگ زدن و تلاش وارخ کردن به خودش انداخت میشود، در باره خودش فکر کنم دارم رشد میکنم. همین من این موضوع وارد کردم در کار نمیده در شعر و همون دشمنان باید دشمنامون رو یاد کنیم، آموزیم که باید اونا یک چی یاد بگیرن. در آخر یک بیتی خودی بزرگمهر برای خودشان میگه: بسیار فرو را به دل حکمت دانش، از ریشه دوانی بشود نخل قوی‌تر. همین گپ به خودشان همچون پند میگویند، اما نه این خیلی که جوان پیر شوند درباره پیرگان فقط نصیحت کنند. چه خیلی که همین درست سر کردن شاعری یا فقط شعر زمانی ما یا شعر امروزی ما میگن، مثل همین باز شعر امروزی ما میگن، اما کودکی هاشون رو فراموش نکنن، فقط از آچهای خواهرشان نسپارن. من با قانچی بزرگ و این مثلا آبیده های تاریخی قانچی بزرگ همه وقت آشنایی خیلی داشتم که ظفر اسماعیل زاده ناحیه داری همین کشوری ناحیه افسانوی بودن و مرا زود دعوت میکردن. اینجا سخن را میپرورند، اینجا شاعر را میپرورند، اینجا معنویات را ارزشمندترین میوه بزرگ استقلالیت میدانند. و ظفر اسماعیل زاده تعظیم میکنم برای اینقدر بی‌دادی‌تان و روان‌دهنده رسالت شما. همین بعد شما آماده
رئیسای ناحیه انا همین کار رو ادامه میدین. برای همه شما که دعای شما مستجاب شده است، هر محلی که در کدام محلی که زندگی میکنی دستی دعا میکشویم که فرزندای فرزانه به کمال رسند. شما مردمی با شرفی ناحیه قانچی به خدا نزدیک هستید که دعاتون مستجاب شد که این فرزند را به کمال و دنیا و دست مادری عزیزشان. و من چندین بار به خانه بزرگ مهرجان نان و نمک شده و فضای خانهشان شاعرانه، صحبت‌ها شاعرانه، دسترخوان آراستشان شاعرانه و معامله و معاشرتشان شاعرانه. برای همین به بزرگ مهر آبروی شاعری را پاس داری به هراز. با تو ای مردی بزرگ جایز اخلاص و خلاص. و عمری تو بعدی 110 هم بادا بیگزن میکند رعنا دعا از جان قبول کن التماس. دانی که چیست دولت؟ دیدار یار دیدن، در کوی او گدایی بر خسروی گزیدن. از جان طمع بریدن آسان بود ولیکن از دوستان جانی مشکل توان بریدن. واقعا بزرگ مهر فروغ فرخزاد میگویند متاسفانه در بسیار مورد شاعرها فقط در شعرهاشان شاعرند، در زندگیهاشان شاعر نیستند. و آشنایی با بزرگ مهر به من همین سر را آشکار کرد که واقعا هم بزرگ مهر هم در شعرش شاعر است، هم در زندگیش شاعر است. و انا همین تخیل و خیال های شاعرانه، زندگی شاعرانه میخواهم که همیشه همسفر و همردیف زندگیش باشد. و وقتی که از نوشته های بزرگ مهر میخوانیم واقعا هم با آینده شعر تاجیک با نظر نیک مینگریم و واقعا هم میگوییم که شعر تاجیک فرزندهای سزاوار خودش دارد که امروز در شمار بسیار دوستان ارجمند ما با مرام گام میزند به سوی فردا. برایتان قلم سبز، سری بلند، سعادت عائلوی، سرسبزی و بیش از همه سرافرازی را تمنا دارم. بگذار شهرتی قلمتان جهانگیر باشد و تاجیکستان را در عرصه بین المللی معرفی کنید. امروز جشن است، امروز عید شما هست و میگویم عید شد بخرام تا مدهوش و حیرانت شوم. خنجری عاشق کش برکش که قربانت شوم. قتل عاشق را مناسب نیست شمشیر اجل، سوی من بین تا هلاکی تیر مژگانت شوم. مبارک باشد. درباره عشق اگر شعر نخوانم به فکرم دیگر دیر می شود. از ازل تا به عدم عشق بوده است، از عرب تا به عجم عشق بوده است. حکمت و فلسفه را گفتم علم، حکمت و فلسفه هم عشق بوده است. تو مگو مذهبی خیام چی بود؟ مذهبی اهل قلم عشق بوده است. کس نیارید شمارد اختر بیرون از قید و رقم عشق بوده است. عارف دفتر عرفان را شوست آتش و دیر و حرم عشق بوده است. اولین حرف خدا عشق بوده است، آخرین حکم حکم عشق بوده است. زن و شیر و شراب از یک تبارند، تب و تاب و سراب از یک تبارند. بزن میل و هوس دایم جوان است، زن و فصل شباب از یک تبارند. بهاران گلفشان کی بود بیزن، زن و باغ و گلاب از یک تبارند. به زیر پای او جنت نهادند، زن و مهر و ثواب از یک تبارند. گره قلب او بکشا به تدبیر، زن و علم حساب از یک تبارند. همیشه ناگشوده پر معما، زن و راز و کتاب از یک تبارند. بدون زن نمی بود و نشایر، زن و شعر و شراب از یک تبارند. اگر زن دوست دارد در رگی او خون نمی گنجد، اگر زن دوست دارد در رگی او خون نمی گنجد. دلی لبریز احساسش بسد هامون نمی گنجد. اگرچه عاشقانش دعوی مجنون شدن دارند، جنونی زن ولی در پیکری مجنون نمی گنجد. به هر جای زن آید عشق آنجا دیر می پاید، دلی لبریز احساسش بسد هامون نمی گنجد.
نیابی ره به قلبی زن به یک جو هم نمیگیرد بجز مهری تو در جانش زری قارون نمیگنجد بجز مهری تو در جانش زری قارون نمیگنجد همه شیر و ازل از او همه راضی ازل از او ولی زن خود به یک قالب به یک قانون نمیگنجد ما در تیرماه عاشق شدگی هستیم نام یک شعر دیگر عشق تیرماهی تیرماه بود به دل عشق تو میورزیدم تیرماه بود به دل عشق تو میورزیدم با همه نقص و کمی پیش تو میارزیدم دستی تو در کف من دست خدا را میماند از رها گشتن دستی تو به خود لرزیدم من زی صد قافله وامانده تو را یافتم چشم از هجر تو گریانده تو را یافتم از دبستان همه دیپلمی محبت دارند من چی صد مدرسه را خوانده تو را یافتم صدای عشق کشی آهنی رایانه صدای عشق کشی آهنی رایانه میکند تیز به قتل من و تو دندانه لیک چشمانی تو که جذب محبت دارند هر زمان باز کشد جانی مرا تا خانه از ازل در خط پیشانی من نامی تو بود جانی گردنکش و گردنشخی من رامی تو بود من کجا شعر کجا حافظ و خیام کجا این همه تب و طرب همت این آمی تو بود من ایتی قرصکای میدونستم عشق بالاتر رو میگرفتم برنامه با رحمت یک شعر دیگر میخونم با نام روزشوکان همه روزشوکان بازی کردگی است گاه با دخترکا بازی میکنید گاه با جورو برادرها ما هم یک زمان خیلی روزشوکان ما روزشوک میگن در همین در قانچه روزشوکان میگن روستکان بازی هم میگن در مردمی خطلان بعضی جاها روزشوکان من از تو میشدم پنهان تو از من میشدی پنهان تو را میافتم مرا میافتی مشکل تو را میافتم آسان زی کنج ناگهان یابم پر از شور و شعف بودی زی خرسندی و خنداخند تو گویی شاد کف بودی مرا گفتی زینو بشمار زینو چشمان خود را بند همان بود آخرین خواهش همان بود واپسین لبخند شمردم تا هزار و چند کجا پنهان شدی ای یار نمی یابم نشانت را پسی دروازه و دیوار زیدوری تو رفتی از برم ناگه تو رفتی از برم ناگه به بازی های طفلانه پر از عکسی صدا کردم در و دیوار و تخانه زیدوری آمد این آواز نپنهانم پسی دیوار نهانم پشت صد آزار پسی تقدیری بیزینهار الها شما هم روزشوکان بازی کنید یک بعضی ها روسیه بر روزشوان بعضی ها دوشنبه روزشوان یکی یابید یک دیگره یابید عاشقا یک دیگره یابید دوستان عزیز حالا نوبت به دمیربگ علیموف هنرمند محبوب هنرمنده که شعرش سرودهایش از فولکلوری مردم آب میخورد و میدونید فرزند باتور علیموف یکی از سراینده های شناخته دیار ما هستند ای پدر جانم دعایت مستجاب اون شعر وقتی که اون سروده میخونند دل کس آب میشود باتور علیموف فرزندشان دمیربگ علیموف هم این سروده پاسبانی کردند و افتخارشان سراینده انسامبلی نوری خوجند باز شما رحمت ما گل نواردیم ما پول آوردگی هر آنچه که ما خواستیم نه آن می شود هر آنچه که خدا خواست همان می شود خداوند خواست که همین روز بزرگ میجان همه ما جمع کند خدا بشکر من دیده به دیدار رسیدیم انا خدا خواهد 30 سالگی استقلالیت آغاز کرده دادید انشاءالله من با فرهنگ با شعر با سرود خدا خواهد همیشه رفتن گیرد آسمان تاجیکستان همیشه صاف باشد تینجی باشد جنگ نشود فقط همیشه محفل ها با آماده اشتراک کردن گیریم این بیماری ها خداوند دور کند بیماران با خداوند شفای کامل عطا فرماید اگر تمام نیروی دنیا رو جمع کنه 5 دقیقه وقت ما عاقب گردانده نمی شود این اینشتین گفتگی برای همین
ҳаматон вақти қимати худотонро сарф карда амирӯз амин диёри мо ба омадатон аз пойтахти кишвар ана хуршедако бо дигар дӯстои бузургмеҷон омадагӣ фарзонҷон ҳамроҳи дӯстошон аз шаҳри хуҷанд омадагӣ дигар меҳмонон ҳаматон хушомадед мегӯем қадаматон нури чашм мо бисёр аз дидори шумо шод ҳастем хай бузургмеҷон ман шумои табрик мекунам инҷа мо гап задама камтар метарсем инҷа ҳама аҳли сухану аҳли қалам ҳастанд ман аз шумо таманно дорам ки илоҳим қаламатон фақат тез бошад муваффақ бошед ҷуз дод нагӯям ки рӯдакӣ гуфтааст 100 сол бизиед 1000 сол бизиеду шератон 1000 ба дароду ҳамин сурудакҳои моям 500 сол ун бинанд хай мо хурсанд мешем марамат ман якта суруд мехонда будам бузургмеҷон хоҳиш кардам ки дута гуфта хай майлаш кун тоқат мекунӣ тонда чӣ кор кунем марамат Samarqandi shirin shakarxandi dunyo bu hunarmandi dilbandi با سبکی خراسانی با لحنی زرفشانی گلبرگی غزل خوانی میخندی زیبای سمرقندی شیرین شکرخندی دیاب و هنرمندی دیلبندی با سبکی خراسانی با لحنی زرفشانی گلبرگی غزل خوانی میخندی تا بنشستی با روح و جان پیوستی در دیده تا بنشستی با روح و جان پیوستی دل را به مهربانی در کار کنان بربستی دل را به مهربانی در کار کنان بربستی شدی گلها را محرم شدی دلها را دریا و ساحل ها را پیوندی زیبای سمرقندی شیرین شکرخندی دیلیاب و هنرمندی دلبندی گردان جهان داری عشق را نهان داری خونسندی همدم شدی گلها را محرم شدی دلها را دریا و ساحل ها را پیوندی زیبای سمرقندی شیرین شکرخندی یا هنرمندی دلبندی زیبای سمرقندی شیرین شکرخندی یا هنرمندی دلبندی با سبکی خراسانی با لحنی زرفشانی گلبرگی غزل خوانی میخندی زیبای
سمرقندی میخندی. تشکر. رقصی میکنم آقا خستنده بکنید. هوپا آمدی گل به سرو گل به پرو گل به قدم، آمدی سر به دری خانه در بسته زدم، آمدی سوی منی زار درت باز نشد، دلی تو با دل من هیچ هم آواز نشد، آمدی سوی منی زار درت باز نشد، دلی تو با دل من هیچ هم آواز نشد. چی بناز تو از آن راهی دراز آمده ای، تو از آن راهی دراز چی بناز آمده ای، چی بناز تو از آن راهی دراز آمده ای، تو از آن راهی دراز چی بناز آمده ای. چه خموش است بیا، دلی من چشمه فریادی خروش است بیا، همه جا خلوت و هم کوچه خموش است بیا، دلی من چشمه فریادی خروش است بیا، غزلی حرفی خوشی زینت یک شعری قریب، بیت مهتابی من زمزم گوش است بیا. چی بناز تو از آن راهی دراز آمده ای، تو از آن راهی دراز چی بناز آمده ای، چی بناز تو از آن راهی دراز آمده ای، تو از آن راهی دراز چی بناز آمده ای. آمدی سوی منی زار درت باز نشد، دلی تو با دل من هم آواز نشد، آمدی سوی منی زار درت باز نشد، دلی تو با دل من هم آواز نشد. چی بناز تو از آن راهی دراز آمده ای، تو از آن راهی دراز چی بناز آمده ای، چی بناز تو از آن راهی دراز آمده ای، تو از آن راهی دراز چی بناز آمده ای. تشکر زیاد. ما اینجا میبخشید تلفنمو گرفتم و شعر نوشته برامده، این دیگه جا درآمدم ما خودمو کمتر گم کردم، میبخشید بزرگمهر جان. ما یک روزی بزرگمهر کردیم مصلحت کردیم و ما گفتم بزرگمهر جان یک شعر نویسید که برای همین دهه خودمو باشد یا همین قشلاقه که خودمو باشد که یک ما خانه گفتم که اینو مایلش گفتم ما نوشته بودن آنچه پیش شد آهنگش تیار نکن همین ولی کم که آماده نشده است. من بسیار میخواستم که همین سروکتی آغاز کنم لیکن اگر اجازت باشد 4 مثلش ما شما خوانده تیم. از پدر باقی درختان یادگار، در کناری ده ما در انتظار، کودکیم از تو میابد دوام، آمدم قشلاقکی زیبای من، اولین و آخرین موای من درختانی تو را
بگم سلام بشنوم از شاخه های تو پیام کودکیم از تو میابد دوام آمدم قشلاقکی زیبای من اولین و آخرین موای من آمدم قشلاقکی زیبای من اولین و آخرین موای من. تشکر زیاد. این تا خرافات هم باشه بکتره میخوانیم ما وعده میکنم. سلامات باشید. همین شعر یک تاریخچه عجیب دارد که من چند روز فدای نفقه برآمدگی بازنشسته شده هستن در دوشنبه زاده اینجا هستن و اونجا فعالیت های سیاسی و جمعیتی داشتن. من همشون رو میبینم کوشش کرده ایستادن که یک زمان خانهشون رو فروخته باشن یا زمینشون نباشد، همینجا زمین یک پارچه گرفته همینجا دوری پیری و بیاین. این ماگنیتش است، آهن ربا میگن تاجیکی میکشن. آمدم ای دیهه زیبای من اولین و آخرین موای من. سلامت باشید و افتخار شد. دوستان عزیز، همین کیفیتی سرود گوش کردن گم نشود. من نوبت را به پسری بزرگی استاد آتابایف ترسمراد آتابایف خدا رحمت کند یادشان بخیر فیروز آتابایف نوبت میدم. برادری عزیز چند پیش یک شعری ما را با نام جوانی آهنگ بستند. روحی استاد آتابایف شاد باشد، فرزندشان در منبرهای بلند سرود سراید. مرحبا. سحر دارد سلامی عشق و پیغامی هنر دارد و دلبندی ربایی های خیام است چرایی پیک مولانا اثر دارد و دلبندی ربایی های خیام است چرایی پیک مولانا اثر دارد جوانی هم اثر دارد جوانی هم نظر دارد جوانی هم گذر دارد جوانی هم اثر دارد جوانی هم نظر دارد جوانی هم گذر دارد شیرین فرهادی است نگاهی نم و گلهای خیابان است تمامی سنتی زبای بزادی است تمامی سنتی زبای بزادی است جوانی هم اثر دارد جوانی هم نظر دارد جوانی هم نظر دارد جوانی هم اثر دارد جوانی هم نظر دارد جوانی هم نظر دارد
جوانی هم نظر دارد جوانی هم اثر دارد جوانی هم گذر دارد جوانی هم اثر دارد جوانی هم گذر دارد عزیز کم با پایانی برنامه هم میرسیم. برای صبرتان، برای تحملتان، برای احترامی که به سخن به ارجگذاری که نسبت به سخن دارید من سپاس میگویم. الهی روح سخن، روح پیران سخن همه شما را مددگار باشد. حالا احسان جان از آبی باریک خودمون نامزد علمی فیلولوژی و ابراهیم جان یک حرف چند حرف میزنند و همین که یک با اینام جان کریموف یک سرودی رقصی میخونم. با همین خدا خط برنامه به پایان میرسد. من حالا ابراهیم جان رو به صحنه میخونم، احسان جان رو. ابراهیم عزیز ما دوست بسیار قدردان من هستند که شعرهای مرا به روسی، انگلیسی و خیتایی، چینی ترجمه کرده هستند. آمدم ای دهه زیبای من، اولین و آخرین مأوای من. جان من بر آب و خاک تو گره، کهنه شد دنیا به من اما تو نه. مرغه کرد در شاخه گویت نرو. آمدم ای دهه زیبای من، اولین و آخرین مأوای من. درود به همه شما عزیزان، استادان عزیز، همقلمای گرامی و مردم عزیزی شعر دوست و فرهنگ آفری قانچی. همه شما رو به این محفل، به محفل دوست و برادرم که ما فراتر از این دو واژه هستیم و مناسبت ما رو نمیتواند یگان واژه، یگان کلمه افشا نماید، چون دریایی است که ترجمان ندارد این محبت. و امروز که در ایام فاصله فرما، در ایامی که ما از همدیگر دوری می جوییم و ویروس گرچه ما را دور کند، فاصله های فیزیکی ما را دور کند، محبت های ما را، قلب های ما را هیچ گاه از هم دور کردن نمی تواند. و من همه شما را به محفل عشق، به محفل زندگی، به محفل شعر، به محفل دوست و برادری ارجمندم، دوستی به دل، به جان نزدیکم، دوستی بهار پیغام و بهار آفرینم. بزرگمه خوش آمدید میگم. بزرگمه میگم که دلی نومید را امید بخشیم، دلی به نور را خورشید بخشیم، به ماتم خون نکرده جان آدم به حرف خوش پیام عید بخشیم. امروز ما را پیام عید بخشیدند و این محفل مبارک باشد و نمونه از همان شعری که نوک خواندیم. و خونیده شو و سونیده انجون تندو یی تاوین سینسی ودتون ینجان زینی شنشان ینشی و لیلا او و میلیده سونجان و ده دیگه ایشی توی خود دیفن. من میتوانم با دیگر زبان ها هم گویم، اما محبت من تنها با زبان دلم با دوست عزیزم افشا میگردد و با زبان دلم. و من امروز رو برای پدر و مادر عزیز خودم، برای علی جانم، برای احمد جانم مبارکباد میگم و سر تعظیم به پیششان فرود میارم که برای من چنین دوست بی‌نظیری را تقدیم نمودم. ابراهیم جان همگی 30 سال دارند، اما در لابراتوری راهسازی شرکت بیسین چینی راهبر هستند. زیر دستشان چند نفر هم چینی ها هم تاجیکا کار میکنند. این خیلی یگان متخصص حالی ما کم داشتیم یا شاید نداشتیم که چینی ها را کار فرماید. و چینی ها گز خودآموز آموختن راهسازی اسفالت کنند و افتخارشان و زبان هم خودآموزی کرده یاد گرفتن. زبان فرانسوی و انگلیسی و ازبکی و ترکی هم میدونند. خیلی اما خاکسار هستند، خیلی یک انسانی خاکسار و فروتن هستند. من برایشان برار میخواهم و میخواهم که بیشتر ترجمه کنید. 1.5 میلیارد خطایی های هم شعر کتابی کنید. دوستان البته این لطف است
دوستان من با همین محفل ما با پایان رسانده همین شعر ساعتی مادری من خورشید است شما رو میخوانم چون محفل نامش از همین شعر گرفته شد با ساعتی مادری من خورشید است. اول یک غزل با نام خانه زن است. الهی در خانه هیچ کس بیزنی نباشد، بیپولی و بینانی باشد و بیزنی نباشد. خانه زن نیست روشن نیست، خانه زن نیست گلخن نیست، خانه بیزن تنگ و تاریک است، خانه بیزن تنگ و تاریک است، بی چراغش نوری روزن نیست. شهگلی باغی دلی ما اوست، بی حضورش فیض گلشن نیست. گنج ما مهری زن است و بس، ورنه در ما گنج و مخزن نیست. گنج ما مهری زن است و بس، ورنه در ما گنج و مخزن نیست. عشق زن یک بار آبم کرد، قلب من آخر زی آهن نیست. ای یک زمان نشنوم از کس، دوستان در خانه هم زن نیست. یک زمان نشنوم از کس، دوستان در خانه هم زن نیست. از یتیم نشنوم ای کاش، صد دریغا مادری من نیست. خیش را در خانه گم کردیم، خانه زن نیست سوزن نیست. دوستان این هم برگرفته از مسئله مردم است، خانه زن نیست سوزن نیست. از همون هم خیلی یک غزل ساختیم. باز ایش شعر شما است، بینید باز شعر شما است. ساعتی خانه ما خوابیده است، مادرم بی تقویم، مادرم بی ساعت، سرحسابی همه سرحسابی گرهی تاب و تبش میداند. از رهی رفتن و باز آمدنی خورشید، از رهی رفتن و باز آمدنی خورشید، گذری روز و شبش میداند. از رقمهای پریشانی عمر، از حسابی همه سود و زیان، روز میلاد مرا میداند. روز زادروز خودش نمیداند، روز میلاد مرا میداند. ذاتن و فلسفه زندگی را میداند که برای دیگران زیستن است، بی ساعت بی تقویم. همچون موهای سرش روزی روی سپید است، بدلش اقربه کی امید است. ساعتی مادری من خورشید است. سرود نوروز یک سرود رقصی در اجرای اینام کریموف مرمان. پیداست که اهریمن مغلوبی اهورا شد، از نور ضیای حق آینه مجلا شد. نوروزی بزرگی ما عیدی همه دنیا شد، وارست از تنهایی منها همگی ما شد، وارست از تنهایی منها همگی ما شد. دلها بری دلهایم، دل داده سراپایم، دلها بری دلهایم، دل داده سراپایم. از آمدنی نوروز سرگرم تمنایم، از آمدنی نوروز سرگرم تمنایم. نوروزی همه روزی، نوروزی پر از روزی، نوروز تو امروزی، نوروز تو فردایی، نوروز تو امروزی، نوروز تو فردایی. دلها بری دلهایم، دل داده سراپایم، از آمدنی نوروز سرگرم تمنایم،
از آمدنی نوروز سرگرمی تمنایم. خوش باد در باغ و چمن خوش باد، نوروزی وطن خوش باد در باغ و چمن خوش باد، در انجمنی نوروزی سخن خوش باد، در انجمنی نوروزی سخن خوش باد، نوروزی سخن خوش باد در باغ